دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. لله الحمد. ما امروز در روز 26 ماه مبارک رمضان قرار داریم و لباس عیدی یا تحفه باران رحمت بازم برای مساکینا و یتیم ها آوردیم. دور سوم است که ما لباس ها را بر زینا به شکل تحفه تقدیم میکنیم. جا داره که از تک تک شما، از هر کسی که دهی پروگرام سهم گرفته، چی کسایی که پول روان کردن، کسایی که خریداری کردن و کسایی که زمینه سازی کردن، تا ما بتانیم هی اطفال عزیز لبخند بر لبانشان بیاریم. از طریق شما جهان سپاس مزدتان در نزد الله متعال. انشاءالله پروگرام های بعدی هم در راه است. کسایی که میخوان که زیادتر سهم بگیرن تا ما بتانیم بر اکثریت اطفال نازنین و مستمند برسیم، ما در خدمت هستیم. شعار ما همیشه می است که باران رحمت پل ارتباطی بین شما و یتیم ها و مستمندان و همچنان باران رحمت آورنده لبخند بر لبان مستمندان است. جهان سپاس از تک تک شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا